دوستان خوش اومدید به یه پارت دیگه از استریم بازی مافیا اپ پدرخوانده. این دفعه لابی زاگرس میشینم. خب اون کارتمون ژنرالیه، خیلی باید حواسمون باشه. یک دور صحبت میکنیم بدون چالش. بفرمایید. ببینم با اعلام من روز میشه و سناریو شهر دست انتقام فکر کردم. نه نیست دست انتقام. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. 1 تا 16 ارادت به زاگرس ادب و به لابی ادب و احترام زاگرسیان ایران. آی آر خوش اومدید. دور سرتون میاد. قوانین مادر همتون پلیر واسه خودم باز مرور میکنم. تک تارگتی از قفل دیالوگ با ناظر افسون کی مستقیم داره. دور سرتون میگردم. خانم تو یک نشسته، فکر کنید ناموس خودتونه دیالوگ چکشی نکنید. اخطار میدم، بار دوم کیک میکنم. دور سرتون میگردم. حتی حق رأی هم نمیگید. همین دیگه، بی احترامی نکنید. همه رفیقیم، بذار دوباره بتونیم ما هم بازی کنیم. سناریو 13 نه سیت 13 بازی نه بازیه. 2 تا فدایی انتخاب میکنه تا وقتی 2 تا فدایی تو بازی هن سیو گاد 13 بازی هیچ ابیلیتی روش اجرا نمیشه. ای بابا کاش ما 13 شاتر 13 یک زمان بله دوستان، سیت 1 بازی و 12 بازی مایک دادم بهش فدایی بازی هن. دور سرتون میگردم تا این دو دوست تو بازی هن. سیت 13 سیو گاده. شهردار بازی خودش رو هر موقع سون کنه ولی سیو گاد نیست. یه اکسیا سفیدی پیش من داره. گام به شهردار نمیرسه. گانره فقط گان جنگی وارد بازی میکنه. براتون بگم همین بود دیگه. بعد همین ترور داره. ناتاشا همون نقش خودشه، هیچ ابیلیتی نره. ناتو آمریکایی داره. وکیل کسی که وکالت جلوشه، مثلا وکالت میذاره جلوی سیت 20، فردا خود وکیل از بازی خروج پیدا کنه اون سیت 20 هم میبره. بله مذاکره هم که سمسازه. جنرال هم روز 4 نونو ماسخور بازی، روز 4 میتونه بازی به دست بگیره اگه تو بازی باشه. همین دیگه چیز دیگه ای نره. میزنم بعد سیت 16 توضیح میدم. سیت 1 گل بفرما آبجی. تا سیت 4 باید نون و ماست بخوریم. درود دوستان، قطعی شهروند دکتونم. رو کارت من آقای سیتی 16 با قمار کنی از دست کشه. آی قربونش بیشتر من شده 13. میخوای گریه کن؟ حالا گریه. مرسی. نفر بعد. سلام و عرض ادب دوستان، با کنار بازیتون هستم. خوشحالم باتون بازی. خیلی جان زده شما دیگه. آدا صدات نیومد، درست کن. حسن عکس بازی رو میذاری؟ من این همه هیجان داره یه کارت شهروندی نیست. حسن عکس بازی رو بذار. مرسی. نفر بعد. حاجی داشتیم یک میگشتم خودش این هلو زد بیرون. ارادت دوستان تحت لحاظی هستم قطعی که زیر دیگه هر جا به مافیای سیت 13 رسیدید اول باید 2 تا از فدایی بره. یکشون روز 2 پرواز میکنه، شهردار پامشه سلام اون یکی رو میگیره. مرسی. سلام عرض ادب مخلصم کوچیک جمع. من یه حسی بهم میگه آی سی بازی شما پس فردا دست من گام بخوری. حسم درست میگه؟ حس بهم درست میگه. بس بده بریم. مرسی. نفر بعد. سلام، روزتون بخیر. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم با هم دیگه. یه حسی بهم میگه همین اتفاق میفته. یه حس دیگه بهم میگه وقتی زدن من حتما قد خونتون میگیرم. این دوتا رو مافیا دارم میگم هیچ کس. مرسی. نفر بعد. تو اومدی از کارت چاره بازی کنی. تو مافیایی. من سر شهروند دارم، چیکار کنم حالا؟ ولی تو از کارت چاره بازی کردی. تموم. بچرخ. نفر بعدی. سلام دوستان، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. همراه برد شهران بچه‌ها، یعنی حداقل بین این دوتا یه دونه مافیا هست. فکتی که خود شیشه آورده رو خودش هم قطعی میشینه. پس فردا من اینجا پارو میزنم. بچرخ. نفر بعد.
روزاتون بخیر. امیدوارم بازی خوبی داشته باشین. تارگت میزنم به شما وقتی شهروندم بچرخه. مرسی. سلام دوستان، امیدوارم که بازی خوبی رو داشته باشین. خانم شماره 6، شما پاشدی 5 رو زدی، خب گفتی اومده از کارت 4 زده مثلا به 1، بعد حالا یه 2 هم زده به که اعلام موضعی نداشتی. حسین شبستری تعریف سلامتون دارم. خوشحالم دارم باتون بازی میکنم. هرچی شهروندم ولی کارتتون سر رو بنده کردن. من با بچه من کار ندارم، بازی نمیکنم. این 6 3 2 3 تا توش در میاد. من مرسی. نفر بعد. سلام و احترام خدمت عزیزان دل. شماره در این شیشه پنجه مشکوکی شما رو دیده. من خودم پنجه رو میخوام بزنم، یکرم میزنم، اون هیجانه رو قبول میکنم از 2 3. سیارش میذاریش توی یوتیوب یا نه؟ یه لایک بهم بده. نفر بعد. سلام دوستان، خوشحال بازیتونم. خیلی هم که باهاتون بازی میکنم. قطعی شهروندی که شهروندی من به شهردار هیچ ارتباطی نداره تو روند بازی. خودم تعیین تکلیفش میکنم. 13 هم به هیچ عنوان نمیگی. در بدترین حالت به خونه مافیا من نمیتونم فدایش بشم، چون باید 2 تا قبلش خروجی بده تو این دک. مرسی. نفر بعد. سلام دوستان، 13 بازی خیلی خوشحالم دارم. ذهنتون درگیر من نکنین. من فقط یه رأی میکشم زیر با هفته خیلی بازی میشه قبله من. 5 6 بده 14. نفر بعدی. آقا درود بر دو ساید بازی میکنم. بازی خوبی داشته باشیم. میتونیم 2 3 با هم باکس کنیم، ولی 5 6 باکس کردنی نیستم. گرفتی؟ میشه بازی شما تا روز 10 هم موظفی فقط به یکی بگی مافیات، نبینم سکیدش کنیم. نفر بعد. سلام، مسعودم. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. بچه ها بین اون 4 و 5 باید مافیا باشه، بین اون 8 و 9 2 تا نباشه، یکی فورسه نباشه اپ مافیا اشتباهه. اون 8 عملا ریزش کرده بود، اون 9 خود اول گفتید دیگه. متشکرم. نفر بعد. بچه ها اسمم اماده، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. مطمئنم اون 6 تونده مافیا چینش اون 5 نیست. خیلی ساده میگم. اون 13 مافیا هست. خیلی ساده میگم. این کار مافیا. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. حسن عکس گذاشتی؟ آره ریختم. بازی خوبی داشتی و ایشی؟ صحبت بشنوم. نتونستم درست تحلیل کنم، نمیدونم چرا. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. اول بیلاخ، بعد اون 14 مافیا. 14 یک چی گفت تو باید تا آخر اون یکر مافیا داشته باشی، خودش یکر مافیا نداره. دیسلایک ندا. این میدونه من از دیسلایک بدم میاد. این میدونه از این کارگاه رو واسه میخوام. آره عشقم. آره ولی من شهروندم. حسنم نمیدونم، واسه حسن کارگاه میخوام ولی خودم شهروندم. من واسه خودم. نفر بعدی. کارگاه حتما دم در خونه من بشینه، بس خودی برگرده. گرفتی؟ اون 6 وقتی 3 رو شهروند داره نمیتونه به تو بگه شهروند ابدا. گرفتی یا نه؟ واسه همینه گفتم 6 بازی ابدا تو روند بازی به یکی نمیگی شهروند، فقط باید بگویش. متشکرم. نفر بعد. خانم منم تک تارگتی شما رو زدم، گفتم خیلی هیجان زدی و در ضمن کاراگاه میشه بیاد در خونه شما، مشکلی که نداری بیاد. اوکی. کاراگاه بیاد در خونه شما. هنوز فکتی وارد بازی نشه، تارگت دیگه ای ندارم بچه. شما هم زنگ خورد نصف صحبت ها رو نشه. بچخ. مرسی. نفر بعد.
بچه‌ها من دیروز تایم نداشتم اون یکی رو تارگت کنم. اون یکی معارفه رو بعد شروع کرده بود، درسته؟ امروز هم بعد شروع کرده، ولی یه فکت درست برای اون 14 آورده. به 14 گفته تو مافیایی، درسته؟ اون 14 باشه کل تایمش رو به همون یکی توضیح داده. بچه‌ها راست میگه، اون 14 خودش یکی رو مافیا نداره. اون 14 تو دکت خیلی مشکوکه. اینو با ساید من میتونی. نفر بعد. حاجی من کل آینه بازیمو سردم فقط سر 2 تا فدیه، چون هر جای بازی به سیت 13 مافیا برسید تا این 2 تا نرم بیرون شما نمیتونید عملا کاری بکنید، درسته؟ خانم سیت 6 بازی بلند شده کابری من برداشته، هر کی خواست شیشه رو بزنه سرم گذاشته لابلا چین 6 و 3 رو با هم دیگه دوبلی زدن، جای دیگه نخورده، هم شیشه داره میخوره هم کاوریش داره میخوره. خانم سیتی نظر چه قبل از کارگاه شما امروز پرواز بکنی اگه مافیا خون؟ متشکرم. نفر بعد. روز معارفه بوده، شما ملق مافیا که شب با هم دیگه چشم باز نکرده بودن که شما دوتا رو بخوام مثلا شهروند باشید گوشتون کنن. بعد دکی که وکیل داره بنده کاراگاه رو نمیپذیرم، مثلا یکی مافیا باشه کاراگاه بره در خونش، یه وکیل شب میخوابه روش یه بیلاخ بزرگ نصیب کاراگاه میشه. این چه بازیه؟ این سر من گردن میگیرم، من این سر مال من، این گان برسه اصلا. متشکرم. نفر بعد. من قربونت برم، نظری راجع به گانی که فردا قراره دستم برسه بخوره تو سرت نداری نه؟ آیسته بازی حالا برسه، گانه میرسه ولی تو سر تو هم میخوره. میخواستم یه دیالوگ شهروندی کنی بکشم عقب بگم یه تارگت زدم، کل دک راجع به تارگت من صحبت کردن، همه یا کاوری گرفتن یا جبه مخالف گرفتن، ولی اصلا دیالوگ نکردی، خوشم نیومد چی. بده بره. نفر بعد. آقای شماره 3 شما یه دیالوگ داشتی، همون دیالوگت هم داری تکرار میکنی تو روز معارفه. یعنی چی اون 13 یاراشو دیده که مثلا فداییاشو 1 و 13 1 و 12 بذاره؟ نه خیلی مشکوکی داداش. اون 4 هم شوخی بوده، درسته؟ من بین 4 5 قرار بوده مافیا بکشم ولی دارم به مافیای تو میرسم. بعد باور نشه به شهروندی اون یکی شاید برسم، به مافیای تو به شهروندی تو نمیرسم. نفر بعدی. بعد. من که هنوز حرف نزدم شماره 15، ولی من تو رو مافیا نمیبینم. این 2 تا هم کاورای خودمه. خودتون یکی رو میزنی باید منم بزنی. آخر پشت 4 فردا 4 گام میزنه تو سرت. اگه اشتباهی دست من افتاد منم میزنمش، نگران نباش. من از مشکوکای 2 تاشو دیدم، 2 و 3. نفر بعدی. شیشه رو چه حاجی یکه رو چجوری شهروند دارین؟ سردست بلند شد یه فکتی واسه 14 آورده که کلهم سوراخه. این فکت رو میتونست برای 14 بیاری که 10 و 13 یک دیالوگ کردن، جفتشون بلند شدن 5 و 6 رو زدن، ترسیده 13 رو بزنه فقط 10 رو تو این تارگت زده. آیه 15 این فکت اینه واسه 14، نه اون فکت سوراخی که برای یارش آورده. متشکرم. نفر بعد. فکت 14 فکت دروغیه که برای من آورد. من یکی رو سفید نکردم، من به 3 گفتم شهروند. شما مافیایی. شما دیروز داشتید با من بازی میکردی، چی شده امروز 3 رو مافیا داری؟ تو دیروز تو جبهه من بودی. تو موزه میخوای یه لایک دیسلایک، موزه میخوای سفید سیاه منو بده. تو بشین 100 من میرم بیرون. بله خانم یه عدد رو قرمز کن. قبلش کن یا ابوالفضل کی شد شهردار؟ حساب این که پدرخوانده سفید خونده میشه بازی سیاه بازی. مرسی. نفر بعد. 3 مافیاست دیگه. خب تحلیل کارتا 1 تا 5. ببین یه دوئی خب انقدر به یکی پهلوی یکی رو سوراخ کرد، یکی اصلا نمیخواد ببینتش، یه 3 پا شده پشت دسته دوه یکی رو داره میزنه. بعد شماره 4 و 5 شما 3 رو مافیا دارید، اعلام موضعی ندارید راجع به یکی. نفر بعدی. والله اگه من بدونم تو چی میگی شما 5 مافیا موضوعه. من میخواستم فقط اینو بیام تو 16 مافیا، چون تو 13 5 6 دنبال مافیا بگرد، یعنی تو هم مشغول داشت. تو 16 گفته 6 مافیا 13 مافیا، ولی 12 که صحبت نکرده شهر. همین 15 هم شهروند. مرسی. زندگی بعد شانسی رو نگاه کنم. یه دفعه مثلا من خودم نه 6 رو میزنم نه 7 رو، ببینم 6 چی میخواد بگه، ببینم 7 رو میتونم بگیرمش مافیا یا 6 واقعا مافیاست. بعد 6 میکروفون میاد جلوش میفهمم که اینه. تو هم که قسمت نشو گام بخوری، گانو 7 میخوره. متشکرم. نفر بعد.
چالش بفهمید چالش رو به ستون روبرو میدن. ببخشید تو دیر گرفتی. حالا نمیدونم با این دوتا چشم باز کردی یا نکردی. حسن چیه؟ بازی شهری تیم نیست، واسه هیچ کاری نداشتی. اگرش گفتی این یکه شهر نمیتونه باشه. من یکه رو میکنم. نفر بعد. خانم این چه فکتیه؟ مثلا 11 با اون 3 کاری نداشت، من با اون 3 کاری نداشت. چیه میگی؟ با شهروندی من تونده شهروندم با من کده رضا نیدم چالش بگیره های کامل 1 تا هفته آی سیزی اون سکتر شما پیدایشید من اون سیزده رو بکنم میدونم ما. نفر بعد. بفرم. آقا این یکه اینجا مجهول بازیه. یه 2 3 پا شدن گردنش میگیرن، بعد 4 3 رو گردن میگیره. میدونی به چی میگم؟ خب یه 5 هم پشت کارت 4 3 رو گردن میگیره. بازی باید بین شماره 1 تا 5 قفل بشه. این 3 که امروز مافیاس میره، فردا ما تکلیفمون رو با شماره 1 تا 5 مشخص میکنیم. بده بریم. مرسی. نفر بعد. یعنی تو الان از 1 تا 5 که 3 رو در آوردن باز یه مافیا دیگه میخواد بکشی بیرون. خداحافظ. کار ندارم. نه اون 3 بشین آقا، امروز سایت در بیارین. 3 باید فردا دست من گام بخوره. من پیش بینیم درسته. یکی ببین یکی نیاز نیست چند تا چین معرفی کنی. یه دونه بگیریم بزنیم. متشکرم. نفر بعد. قشنگ دارم. نظرتون اینو به عنوان دیسکانکتی بندازیم بیرون، فرداشون دکم مذاکره داره ایشونو با گانراهیه میشه ذره بکنی. نظرتونه؟ دکم مذاکره داره، میترسم مذاکره شب بشینه. خیلی میترسم. این نوها رو امروز بکنید بیرون. اصلا نمیفهم، به خدا خودت بنویسی رو کاغذ نمیفهمی چی میگی. باور کن جدی میگم. فعلا نوها رو بکنید بیرون. تین خودتو گذاشتی فقط بگی نوها رو بکنیم بیرون که تو که مافیایی. دست به نقص بعد نوها رو بکنیم بیرون. حاجی این مافیا شده بهش چاله شدین. گناه داره، جدی دارم میگم. اون دو هم مافیاست. بین 1 تا اون 5 راست میگه دیگه بچه. یه 2 دیگه هم مافیا. دیسلایک نده خانم مهندسه، من شهروندم تو مافیا. دوستان به سطح پلی همدیگه توهین نکنید. خانم در اختیارش سوزوندید. دفعه بعد یه حق رأی تو میگیرم بعدش مستقیم. مرسی. بفرمایید خانم شهردار. سیت شماره 5 1 همچنان سفید داری، ولی گذرت به تارگت فورسش که شماره 14 نمیخوره. شماره 7 بازی اومده چی گفته؟ بینش به 16 میگه بین 5 و 6 مافیا داری. گذاشته شهردار شده 16 رو زده، ولی 16 واکنشی آنچنانی نشون نمیده، به 7 نمیگه مافیا. هر دو تاشون رو مشکوک دارم. 16 دیروز با من سایت بسته، گفته تک تارگت فقط دعای شیشه مافیایی. امروز مونده چی بگه. درسته اشکال نداره، امروز سر رو میدیم بیرون، فردا هم میایم سراغ تو. کار 15 هم اینجا شهروند میکنم، هم یا 12 رو شهروند دارم هم 1 رو شهروند دارم. سمت هم دیگه نرین شما فعلا. نفر بعدی. عزیز من چالش برای سیت 2. نه بذار بدم 3 گناه دارم. یه فکتی میارم اون یکی شهرونده، چون شما میگی شهرونده. یه فکت دیگه میارم اون 3 میخواست بین دنده بده، این فدایا رو فدا کنه سر اون 13. پس یکی شهرونده تو این دک. شما دیسلایک نده. شما که با کاوری مجهول وارد بازی میشه قطعی تو این دک مافیا. اون یکی شهرونده. متشکرم. نفر بعد. حاجی من چه چین مزخرفی دارم که چین من بلند نشده بین 1 و 12 شهروند دنده بده، پشت بند من 1 شو بده. من 1 رو زدم، 2 تاشون پاشن 12 رو بزنن. خیلی چین زیبای شهروندی چیدن، دورم نشستن منو نگاه میکنن. حاجی مافیا شدم، خونه باباتونو نخوردم، یه چالش دست راست میکنم بهم بدید دیگه. نفر بعدی. بای فراد دیگه من تارگت نکنه. عشتی که داره با هیستوری بازی میکنه مافیا. 16 خوردهشو گرفتیم بچه ها. میگه از 1 تا 7 چالش نگرفتی. و تو هم چالش نگرفتی، از 8 گرفتی. منم دستم بالا بود. هیچ خورده زشتیه، هیچ فکت سوراخیش. آی 16 بسی ها بدمت بیرون به جا فراد امروز. مرسی. نفر بعد.
13 تو محکم شهروندی بازی نمی‌کنی بزنی فکت. من به جا تو دارم فکت 16 رو نه تو لایک نده تا کانت دست من میزنم هر کدومش اون شهروند تک یعنی تک رای میاری بالا منو میگیری از این ستا هر کدوم 15 رو من فردا نفر بعدی. شهروندی من رسیدین یا نه که پا شدم گفتم کاوری مافیا برداشتی؟ خانم شما قرار بود بین 2 3 و 5 و 6 مافیا بکشی بیرون، یکیش خونده قطعی شهروند، یکیش هم سایدش در اومده. نظری در مورد 5 و 2 نداری نه؟ آخه یارت زده بیرون اون میرم. بعدی شمایی. نفر بعدی. بچه ها ببینید یک مافیا به ازای 3 شهرونده. امروز ایشون تک میاد تک میره، کسی هم نمیزنه. ایشون هم که شهروندی شو شده. ببین این دوتا هم میشه گذاشت شهروند، چون این میخواست اینا رو فدا کنه که به 13 برسه. این دوتا هم میتونن مافیا باشن. این تحلیل من از این بازی. مرسی. نفر بعدی. پلیر باشی باید بفهمی اون 12 داره ملق میزنه وسط دکت. گوش کن، اون یعنی معتقد یک روز دوم صحبت کرده 14 چالش گرفته همون یک رو کوبیده. من چالش از اون 2 گرفتم 14 رو کوبیدم به بیس مافیا 1 و 14 و 15 رسیده. اون 12 که تو دکت ملقه. گوش کن میخوام برم بین 1 12 و 13 و 1 باید یه مافیا باشه دیگه. من اون 12 رو میدم بره، ببین فدایی رو میدم بره یا نه. اگه اون فدایی رفت من هیچ چیزی بازی متشکرم. نفر بعد. ببین جور در من نمیاد. خیلی دوست دارم. سی پاشو سیت شماره 7 گرفت 2 هم من خودم همینجور 5 رو مافیا دارم، میگم 16 جواب قانع کننده در جواب تارگت تو نداره. بعد تو خودم میای با 5 16 منو باکس میکنی. نمی حسن راستی همشهریم و بعد یه آیدی چیزی بهم بده. سیت شماره 12. نفر بعد. آرداش تو چی کار دعوای منو هفته داری؟ منو هفته ساعت بیم تو چی کار داری؟ اون 11 مطمئنم تو اون دل مافیاست. نه با تو پلیه نمیشه همه شهر دارم. روز معارف تو تارگت دارم جدی میگم. منو بکن بیرون کردم اون هفته رو بکن بیرون. خیلی ساده بهت میگم. من که فهمیدم اون 13 تو اون دل مافیاست. میمیری آقای 13 تو میمیری. مرسی. نفر بعد. باشه قربان تو که سوختی اصلا صدات هم نمیاد از صدا هم نکن. آره امروز میخوای بدم فرهاده که امروز میدم بیرون. این منطقی نیست رو بدیم بیرون. تحلیل من از بازی میدونی چیه؟ 2 تا شهروند ساده داری فردا یکیشون ریلایزری داره یکیشو کاپو بده بیرون به من ربطی نداره. کاری میخوای بکن. من تحلیل خودم میذاری بکن. بله دوستان من یادم رفته بود اینو بگم. اولین شهروند ساده یه کابویی داره، دومی که بمونه ریوایوری داره. میریم سراغ رأیگیری. چاره داره مریض رای میده. پونزده و 10. خب
متهمان آماده دفاعیه باشند. حاجی من که رفتم. حاجی من که رفتم. ولی آقای یاسین داداش دیالوگ با ناظرم چیزه با ممنونه، ولی خب داداش بعد میگه چرا فعالیت نمی‌کنی. حاجی میام روز 2 با 14 تا رای میدم. مذاکره عشق منه فقط. تا حالا روز 2 نده بودنت بیرون نه؟ رای گیری. وصیتت رو میشنوم. حاجی مراقب خوشگله خودتون باشید. با 22 سال سن با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رد کرد. خب ببین این دو الان خیلی مشکل. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رأی نمیاره. یک دور صحبت میکنیم با چالش. بفرمایید. آقای من اون شهروند باشی با اون 11 تون فقط تارگت کنید. من اون 11 خود اون 11 به دعوای من تو تندک دنده فهمیدی من اون 11 با تندک مافیا. تو با من مافیا سایت گرفتی، اون 11 مافیا گفته خوبه یار من تو چینه بالی که شهروند بذار یارو ما بکن. بین اون 7 و 11 مطمئنم یکی مافیا تندک نشست. مرسی. شما خوبی؟ چه از ناتاشات چطوره؟ ناتاشات خوبه؟ شهروندا من دوستش نزنینا. اصلا شهرونده ولی کابه مافیاست. آجی ما میخوایی چیکارش کنیم این 13 رو دیسلایک نده کابه مافیاه. چرا اون رای ندادی؟ متشکرم. نفر بعد. اون هفته شهرونده کی میتونه مافیا باشه؟ فقط وقتی به درخوانده بازی باشه. چرا؟ هم ناتویی انجام شده، هم مذاکره انجام شده، هم برگ وکالت اومده. این هم که سایدش سیاه خونده شده. درسته سایلنسره رفته بیرون. مافیا باشه فقط پدرخوانده است. نفر بعد. منظورت امروزه دیگه. راست میگه آقا 14 راست میگه. به تو نقش اومده دیگه از مافیا. امروز سمت هفته نمیریم، میریم سمت 11 ببینیم 11 چرا با هفته باکس کرده است به همین زیبایی. من 1 و 16 هم شهر دارم، نمیتونی تارگت کنی. 16 و نفر بعد. چه نمیگی 16 شهر داری؟ قبلش تو رو میدم بیرون قبل 16. تو خوبه؟ سیو گادم هستم، شهروندم هستم، هیچ کاری نمیتونیم. 16 رو بدیم بیرون بره بچه ها. باید من میخوایم باشه با 16 باز کنیم. شو دیگه سوخته بچه ها، خودش قبول که مافیا سوخته دیگه. من نمیتونم دیگه چیزی بگم. متشکرم. نفر بعد. آقای 13 نظرت راجع به این چیه؟ نظرت راجع به این 2 نفری که سیو گاد کردی چیه؟ 16 با 16 ساید میبندی. این نظرت راجع به این 2 تا چیه؟ در اون فرنده نمیشه. سنگینه. شما هم یارشونی. واده به خدا. نفر بعد. حاجی اون یکی داشت میگفت نه اون 13 مافیاس 12 شهره دیسلایک میدادی. الان خود 13 رو با اون یکی زدی قشنگ. الان همین کارو کردی. 13 یارته؟ چون این 3 گفت اون مذاکره عشقمه. کارتو بهش رای نه. تو آدم احساسی. جدی دارم میگم.
اینم شهره برگ وکالت جلوش اومد، یعنی وکیلی میخواد ببردش با خودش. درسته؟ یه فکت درست 14 آورده تو این دک. نفر بعد. چرا ندادیم به من؟ عیب نیست خدا وکیلی، اش نیست. یعنی من فردا باید سایت بگیرم، مثلا سایت من در نیومده. نه کار ندارم، گوش بده. 14 فکت درست آورده. یه دقیقه ترن خودم 6 ثانیه شد. به مافیا زیر پتویی گرفتم، ببین عشق کنین عین اون. مرسی. بله 14 سایت درستی گرفته. سناریو نویسه که واسه همین فکتاش درست هم میشه. ولی میخوام مثلا راجع به کشته شدن شماره 15 کسی صحبت نمیکنه. تنها کسی روش 12 بازیه. داشت میگفت 12 بازی، الان صبح شده شب شده 15 به رحمت ایزدی پیوسته. من که سایدم اینجا باز میشه، فقط اعتقاد دارم ما 7 یاریم. من سایدم. نفر بعدی. ببین بازی باید سهی گفته 12 باید فدا بشن که ساید 13 در بیاد. خیلی باعث بازی شما هم تقصیر خودت بود. متوجه چی بهت میگم؟ در هم قطع بودی ولی مسیرت اشتباه. متشکرم. نفر بعد. نابده ممکنه ناتویشون نشسته باشه، 15 تکتیر بوده باشه. من که نمیدونم که من شهروند اطلاع ندارم 15 چی بوده. ممکنه تکتیر بوده ناتویشون نشسته باشه. اشتباه هم 12 اشتباه زده رفته بیرون. این آذر مافیا دارم نداره این نوع شهروند باشه تارگت نخورن. این شهروند بود از دک بغلی هم میآوردن میکردنش بیرون با این چیزای فلسفی گوهرباری که میگه امکان. کاوه چی چیزی داشته با من ساید میگی؟ خود اون فدایی ها تو رو توندگ مافیا داره. هسته 13 خود اون دوتا فدایی ها تو رو توندگ مافیا دارم، منم تو رو توندگ مافیا دارم. تو چرا با من فلسفه میگی؟ اون 13 و 11 چین نداشت. من نگفتم اون 11 و 7 با هم چینم، گفتم بینتون یه دونه مافیا کنید. بچه شما مثل من دارید نگاه میکنید ببینید تکتیر است یا نه؟ نیست. مرسی. نفر بعد. ببین شما یک مافیا نداشتی دیگه، دیروز بهش رای ندادی. یکی بینگو نشسته، خب بعد یکی کی رو شهر داره؟ منو شهر داره. تو الان باید از شهری من به یکی مافیا هم برسی دیگه. نمیخونی قربونت برم. مثلا من گفتم از 1 تا 5 تراکم مافیایی یکیشون نیومده زیر کارت من رای بکشه. تو چجوری به من میگی مافیا؟ اکسترا هست به من بدی. بس 13 رو شهروند دارم. میدونی برای چی؟ چون این سعی داشت دفاع این چیه فداییاشو بده بیرون. پس 13 میشه شهروند. من نمیتونم به 13 تارگت بزنم چون 3 مافیا داشت دنده میداد بین فدایی‌ها. تو دیروز میگفتی بین 6 و 7 مافیا، 6 خونده شهردار، 7 مافیا. امروز میگی به 7 کار ندارم 11 رو. بله دوستا اینم بگم، من اینو یادم رفته بود بگم، خیلی شرمندتونم. اولین شهروند ساده کابایی داره، دومی که بمونه ریوایوری از کشتای شب داره. شما دیروز گفتی من بین 6 و 7 مافیا دارم، شهردار خونده 6، پس 7 قطعی مافیا. امروز چالش گرفتی گفتی من به 7 کار ندارم 11 رو میخوام بدم بیرون. رو چه برایندی با 16 هم مسیر شدی سر 11؟ خانم شما هم داری روی موج 11 رو میزنی یا حواسم به شما هم هستش؟ من 11 هم نمیذارم بدیم بیرون. امروز اگه قرار مسیر گانی باشه یا 15 یا 50 یا 16 جای دیگه گام بخوره مسیر اصلا بازی عوض میشه به نظر من. نفر بعد. مرسی. چالش ستون روبرو چالش نمیخوایم بفهم. خانم شهردار الان به نظر شما این دوتا فدایی سبزن؟ شهرن هر دوتاشون؟ تو دیسلایک نده ناموسن. تو فدایی انتخاب کردی، من به هر دوتاشون مشکوکم، به همدیگر رو سبز شد. اخطار قسم توسط سیت 8 بازی سوخت. نفر بعدی. خانم شما اگه اون 1 و 12 رو مافیا داری، موظف بودی همون 3 شو رو تو بازی نگه داری، بین 1 و 12 خروج بدی. گرفتی اون 13 رو حداقل از سیوگادی در بیاری. گرفتی مگه 13 شهروندت نیست؟ آفرین، شما دیروز اصلا همچین سعی نکردی. یک اکسترا به من بده، اکسترا برسه به من.
بازی شما یه فکت سوراخ آوردی 15 تکتیر. من تکتیر تو بازی نمیبینم. ژنرال به ساید من اون دهه رو خلاصش میکنه اون ژنراله امروز تیر داره، اون دهه رو خلاص عدد مافیا. نفر بعدی. چرا؟ نفر بعد. یعنی به نظر شما بین فدایی و مافیا نشسته؟ سه مافیا چه اصراری داشته اون دوتا رو بده بیرون که این 13 رو بخواد از بازی بده بیرون؟ مثلا نمیخونه خب بازیم، چه اصراری داره دوتا شهرونده بخواد دنده بده که 13 شهروند بره بیرون؟ من پس بازی من اشتباهه خانم. شما سایت بگیر بده بیرون، اگه خوندن شهروند من تو رو میدم بیرون. اینجوری بگم. مرسی. نفر بعدی. من واقعا بازیتون رو درک نمی‌کنم. آن هستی میخواد سر من سایت منو با این دو نفر مشخص میکنید، هر جفتشون هم با هم دیگه مافیان. امکان نداره نه هیچی وارد من دارم تارگت میخوام نشسته این پایین هیچی همه کسی که هم کاری باش نداره. این مذاکره بوده، هم مذاکره یا کاوه پاشه من ببره یا من اجماع کنی سایت من با... نفر بعدی. کابوی تو رو ببره، یه دونه گام بزنید تو سرش، وای رو هدر ندهین. یه گام بزنید تو سر این مافیاست. خوشم میاد از اون بازیکنان که خودشون قبول میکنن اشتباه بازی میکنن. اونقدر دوست دارم این بازیکنان رو تو زمین ببینم. اون هفته الان زندانه، فقط میتونه پدرخوانده باشه دیگه. این منو با اون متشکرم. شما چی نفر گفتی بعد. که الان نشستی تو بازی؟ 8 1 و 12 رو مافیا داره، بعد من مثلا من این دوتا رو سفید دارم، بعد ما الان چجوری میتونیم چین باشیم؟ شماره 10 ها، شماره 16. ببین تو 11 و 13 رو میزنی، بعد یه اعلام موضعی هم بکنی راجع به شماره 1. شما هم نمیخونی قربونت برم. شما امروز گام بخور برو یا اجماع بشو. نفر بعدی. اکسترا هم هست بعدم بهم بده. خب آرزم به خدمت شما که ببین سه محاسه یکی رو پوش کنه. خب اگه مافیایی هم باشه خانم هشت بازی میتونه یکه باشه. کارت 13 هم عملا سفیده، چون میخواسته این دوتا بالش رو بندازه بیرون به 13 هم بخوره، وگرنه 13 رو چجوری میخواد بخوره؟ دوتا بالش میکنم میتونه شب شات بزنه. درست؟ خدا میشه دیگه شهرونده این شات جنرال باگ میخوره. دور سرت بگردم ببخشید. آخه یعنی اون 1 و 12 شهروند بودن، اون 3 مافیا خاطر دنده بده اون 13 شهروند رو بکنه بیرون. مثلا 6 الان مثلا خود اون یکی اون 13 مافیا داره چجوری میخواد رو جمع کنه؟ اون یکی رو با تارگت کنه. نه اصلا بازی بر نمیاد. من باش من سایت گرفتم، چرا نمیخوای اونا رو بکنی بیرون سایت من باز شه؟ نفر بعد. یعنی این ساعت بازی ساید سالمی هست بین 12 و 8. اگه گانچه لیگ نشد 12 میشه قطعی مافیا. تموم شده رفت. ببینیم چی میشه. نه من گوشیم داره خاموش میشه، کمکی به شهر کرد. مرسی. نفر بعد. بله فدایی هم اگه من مافیا دارن ذهن خودشون نمیکشه، چون خودشون اول باید برن بعد من برم. عقلشون نمیکشه که بازی تحلیل کنن. 15 ما به 3 نفر بریم ساید تو باز بشه باشه. چشم حتما. مرسی. حسن تو اون دوه رو مافیا داری؟ من اون دوه رو مافیا دارم. سیت 4 بازی سب کن اون 3 دیالوگ کرد، گفته من میخواستم فدایی ها رو بدم بیرون، من یکی رو میگرفتم یکی دیگه یارم 12 رو اما 13ش که حرف زد. نه دم 13 اون 3 حرفی نزد. اون 13 مافیاه، این 8 هم یارشه. حسن نفر بعد. آی دو بازی چه دیالوگی بود الان کردی؟ خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی آی دو بازی؟ دوارم بده گانر. یاد بگیر اینجوری بازی نکن. دوارم بده گانر. حالا اجماع کن ببینم میتونی یا نه. با خود باش اینجوری تر نزنی. کلام آخر. آخه با 2 دعواداری چرا منو میزنی؟ تا گان نده بهش دیگه. چی گان دادی الان؟ دیالوگ هم میکنی میگی بزنش.
من یه دونه مافیا رو براتون گرفتم، کاری که باید میکردم. باش برو بیرون دیگه. چیکار کنم؟ بله که 12 اعلام وقایت کرد داره. میریم برای رأیگیری. عجب آدمایی پیدا میشن. بچه های لابی دارید این دور را ندید خواهشم. شاید پا شده اطلاق کرده دیگه، این بازی نمیشه. براینده خورد به هم کلا. فردا یه شات دارم یه جور میزنم سر دهه خودش کیف کنه. افرادی که به دفاعی اومدن دفاعی خودشون رو آماده کنند. آخه گانرت ملقه بلند شده به من گان داده، به چاره نمیده. کار ندارم، والا کار به اینش هم ندارم که شهرم نمیرم هم جای، ولی زدم تا ایشون تر نزنه به این شهر. اون شهروند سادا بلنشن کارشون رو انجام بدن تو این دیگه. گانر گان دادی دست من، خودم میفهم دارم چی کار میکنم، وای نیستم صحبتا رو میشنم میزنم. حالا نشه بگو من گانر گوشیم فلان شده بهمان شده. رأیگیری. وصیتت رو کلام آخر. فکر کردی الان خروج پیدا میکنم آناناس میشینم تو دک تر میزنم به این شهر که تا خودشون باشه اون شهروند سادا بلند شهریتشون استفاده کنن. آی یاسین روخی کردن با نترس مافیام ابیلیتی من بده. اعلام وقایت باید بزنی شهرداری که سیو گاد نیست. چرا باید بشینی اینجا تر بزنه؟ دادا یه عدد رو قرمز کن، شما پدرخوانده بازی تروری داری. آخ ما رو نبره ناموسن. مایک بده 8 بازی ببرمت با خودم. نه رو بده با خودم ببرم. بله نقش گرفتی. این دوه بلند شده یه کنسی اومده گفته گانرم تو دک، اینو بده. دست خوش. اونم که ناتویی کردیم. دمت گرم های ناتو، عشق منی. بشقا بود ده وکیله. یه لحظه بچه یه مأمور بدرقه بشینه رو در 1 و 16 و 11 شهروند قطعی هسته 12 رو میخوام او ده وکیله 1 و 16 با هم مافیان. برو 8 هم سیو بدیم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. دوه رو خواهشن لابیتون افسون کنید کسایی که لابی داره. آخ ما رو شاد نکنن. ده وکیله. ببینم چه کارتی که وکیله بود. شاید کاراگاه بوده باشه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رأی نمیاره. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. اون 7 ثانیه فرصت برای اقدامات روز. من شهروندم ولی مافیه نمیشینم. بذار بشه فردا. بابا دیسلایک نده دیگه، مافیاه.
خیلی رو مخی مدرسه چطور میگه اون مافیا اصلا انقدر ناتود من به مافیا عشقم چالش نمیدم، انقدر ناتود شزنه فقط ناتوی میکنی شاد نمیکنی. چرا؟ مرسی. خب آبجی گلم، دیروز که این 8 بنده خدا اومد گفته که 1 و 12 مافیان بدین بیرون که این 13 رو بکنیم بیرون، که به خودش اومدی گفتی مافیای بازی، چرا داری میزنی؟ نه، با عرض شرمندگی من امروز رأی مدیر شما میکشم. دیگه نمیشه. مرسی. نفر بعد. ساده بگم، آره، عرضم به خدمت شما که 14 فکتی درست آورده بود روز دوم، درسته؟ 14 شهروند، من میگم 13 هم شهروند خانم شماره 1 بازی. برای چی آخه مرض داره مگه 2 تا باز شماییم بزنه بعد 13 مافیاش بره زد سیو بازی در بره؟ من متوجه نمیشم. بین 9 سال نفر بعدی. خب باشه، منو مافیا داری، من امروز بده بیرون. آخه نمیتونی خودت بده بیرون فردا منو بیرون. چطور خوبه؟ سمی بازی خوبه یا نه؟ 16 دیگه کی وصیت کنه؟ 12 گان داشته، تارگتش 8 بوده. 16 من داشتی 16 رم میزده، چرا نزده؟ مرسی. نفر بعد. این 13 رو نگاه کن. خب تو رو نمیتونیم بدیم، باید 1 شهروندمون اول بمیره. 11 که اینجا پشتک میزنه، کل تارگت ها شهروند بوده از نظر من که شهرم، اون 7 هم شهر بوده، منو تارگت داشته، بلند شده منو با 7 زده. 1 و 16 هم خودم شهر دارم. تو امروز میری، خدا نگهدار. مرسی. یکی که وکیله بلش کنی، اون زایدی ها رو کرده گفته ناتو اینه کنید شاید بزن. اون یکی راحت اون وکیله آقا زن تو اون چی گفتی ناتو چی رو میکنید؟ اصلا ناتو چیز نشه، فقط داره ناتو میکنید. 8 نفر ابیلیتی دیفیوز دار فعال نیست، دارم مثلا بهت میگم. متشکرم. نفر بعد. چالش برای شما. آقا ما امروز یه سایت داریم با شماره 10. شماره 10 میای سایت بگیریم. شماره 1 شهری 13 رو ول کن، بکش عقب. خب امروز آقا من با 10 کار دارم، فردا به خدمت شما هم میرسم. خب فردا به خدمت شما هم میرسم. 8 فقط یه آگز مافیایی داره، مذاکره باشه، ولش کنید فعلا. نفر بعد. پدر ما رو در آوردی، یه دقیقه وایسا خانم رفت که بلش کن. 5 بازی اون 11 و هفته شهروند وصیت کرده. به گوش بده، بازی رو به هم نریز. فعلا همون 9 درسته. تو 9 اون یکی مدغن مافیاست، تمام. اصلا یکی رو پرونده شو هستم دادش. مرسی. خیلی وجود نداره دور سرت بگردم، مذاکره نشسته باشه منو بدید بیرون تموم میشه. بعد آخر بازی میبینن تو مافیایی به تو باختن، شار بسیار زیادی هم میخورن که آره صحبتی ندارم باهاتون بکنم. هفته میگی ده وکیل، آره من وکیلم. وکیل ای خدا، صحبتی ندارم، تموم شد. هر کاری میخوای بکنید بکنید. صدای من دارین آوه تو نقش منو میتونید دیگه، الان فهمیدید دیگه. من الان با نقشم دارم روپایی میزنم، چرا به حسن نگفتی؟ جدی میگم چارم یارته، چاره یارته، آره چارم یارته. شماره 11 تا که این بازی رو میبینم، من دوست دارم بیام اینجا مویه برم از دست. ببین داداش، سیت شماره 5 به حرمت او برگ وکالتی که جلوته فعلا به حرمت اون رو نگه میدارم. خب شما غیر از 13 بازی کیو دارین؟ این خروج این منوط به رفتن خودته. ای بابا، خروج این 13 منوط به رفتن خودته. چیکار میخوای خودتو بدین بیرون بعد اینو بدین بیرون؟ بعد خودت به کدوم مافیا گذرت خورده؟ شماره 5 من چند تا مافیا؟ مرسی. عملا مافیا به جای رسیده که میتونه جلو یار هم برگی وکالت بذاره. گرفتی که اجماع روش حکم کنه. این که چی؟ یه سیت 14 پا شده واسه گان ژنرال و واسه تو خواسته، تو هیچ تحلیلش نکردی، پا شده گفتی 9 کچ میای کچ میری ده بازی. جدی دارم میگم. مرسی. نفر بعد.
ولش کن اصلا ولی رفتیم یا در اینو ما بندازیم هفته چرا تروری شده بچه ها؟ چون مسیرش درست بوده تروری شده، میتونست یکی دیگه رو ترور کنه. هفته رو چرا تروری کرد؟ چرا امروز به ساید من میدیم بیرون؟ آره مافیا هم من فردا تو سینی سیو گادم نیستم. یکی امروز گردن من میره، به همه رای میدیم بهش. مرسی. نفر بعدی. مونده وایسا. شهروند ساده چرا بلند نمیشه مثلا؟ چی میگم؟ 15 که ناتوی کردن، اون 2 که برشی برده، 3 که خودم دادم بیرون. 6 هفته خانم همینه دیگه. وقتی اون شهروند ساده با دست ما بازی نمیکنه اون چیز هفتی کش میشه. نفر بعدی. حتما یک شهر تو چه آبز شهروندی واسه جفتتون بذارون یکه رو بکنی بیرون، خودت سیلگادی در میای شات میشینه رو نمیفهمی اینو. خروجی نداریم، میذاریم یا شات بشینه یا این دهه میره، فقط همین. این دهه مدغم مافیاست. یا اجماع نداریم یا دهه تک میاد تک میره، همین. متشکرم. نفر بعد. امروز فقط یه دهه رو مافیا داری که خودم هم مافیاش دارم، شماره 14. میتونم میگی روی یارشون هم میتونم برگه گذاشته باشم. منظورت بود. حاضر ابلیتی منو بده. دوست دارم 15 رو برگردونم ولی چون ناتویی شده. خب یه عدد رو قرمز کن. اول ریوایوری یا کاوایی؟ یه سوال دارم، 15 دوباره میتونن ناتویی کنن اگه برگرده به بازی؟ بله. گونشون نمیتونن بگیرن، ناتویی تموم دیگه. ببخشید شماره 15 هست. من 10 رو میبرم اگه خون شهروند 14 رو بدیم بره. یه منو تارگت داری 10. آره قرمز کن. خب 10 خوبه. یه لحظه وایس. متاسفانه شهرمون شکست خورد. حال کردی آقا. بچه‌ها لابی درفشان فعاله، بیاید اونجا. حتی بیاید بریم لابی بچه‌ها.